همینجا تو پرانتز خدمت خصوصا جوانها عرض بکنم، از سختی ها و پیچ و خمه های مسیرتون هراس نکنید. افضل الامور احمزها، یعنی رشد بزرگ در امتحانات بزرگه. من مطمئنم این اتفاقاتی که الان تو فضای سیاسی اجتماعی دارید میبینید، شک نکنید مسیر رشد شماست. حاشا و کلا که خداوند متعال نقمت برای شما بخواد، مؤمن رو چه به نقمت، خداوند متعال مؤمن رو غریق رحمت میکنه. منتها غریق رحمت کردن گاهی اوقات گودی قتلگاه هم داره. کنار امام حسین بودن ساعت العسره داره، ساعتهای سخت داره. معیت ببینید چیه، آیه‌ای که داره میگه معیت معیت معیت، همراهی با امام. این همراهی با امام بدونید اصلش تو ساعتهای سختی خودشون نشون میده، و الا ادعا که هم